السلام علیکم داملای عزیز، از شما خواهش و التماس دارم که به سوال من جواب گردانید. در وقت نماز خواندن چشم را پوشیدن جایز است یا نه؟ نه، چشم پوشیدن در حالت نماز جایز نیست. خواه در حالت سجده باشین، خواه در حالت رکوع باشین، خواه در حالت قیام باشین، در کدام صورتی که باشین باید چشمهای شما گشاده باشد. همه صورت، خواه در زمین سجده کردن هم باید که همین نظر به پشت همین بنیتان کنین، چشمهای شما گشاده باشد. چشم پوشیدن کراهیت دارد، هیچ وقت چشم نپوشین. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. وبكل آية سعادته وبكل سورة سلامته وبكل جزء جزاءه. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا عالمة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. پروردگارا دست بندگی به سوی درگاه به همتای تو برداشتیم با امید آنی که علمی که برای مردمیتون باشد، به منفعت مردمیتون باشد، به منفعت دینتون باشد. خدای به سوی تو از این گونه علم پناه طلب میکنیم. و من قلب لا یخشا، از دلی که از تو نمیترسد. و من لسان لا یذکر، از زبانی که ذکر تو را نمیکند. و من بطن لا یشبع، از شکمی که اصلا سیر نمیکند. خدای به سوی تو پناه طلب میکنیم. مرادها و مطلبها و مقصودهای نیکی که در دل داریم خدای به حرمت این روز برآورده خیر بسازی. گذشتگانی که از ما گذشتند خدای روح ارواحشون شاد و قبرهاشون پر نور بسازی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتك یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعيب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظیم. خداوند در سوره مبارکه عنکبوت که با معنای ما و شما که عنکبوت تارتنک میگیم، در همین سوره به ما و شما خدا خبر میدهد. چی میگوید؟ این آیتی که الحال بر شما خواندم خداوند خبر میدهد ای بندگان من، ای فرزند انسان، شما یقینا بدانین که این دنیایی که شما زندگی میکنین الا لهو و لعیب، این دنیا لهو است و لعیب است. لهو و لعیب گفته بیهوده است و لعیب مثل بازیچه هست. و این دار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا یعلمون. خدا در دوام این آیت چی میگوید؟ میگوید لکن سرای آخرت، لکن جنت، لکن آن دنیایی که ابدی هست شما به سوی او میروید، این چه هست؟ این لهو نیست، این بازیچه نیست. اگر شما میدانسته باشین. لکن دنیا، مفسرای قرآن میگویند خداوند میگوید به منزله یک بازیچه هست، مثل که میگوید در یک بازیچه یک گروه کودک ها بازی میکنند، یک سرگرم بازی میشوند، بعد سرگرم شدن، بعد که دل اونها را این بازی زد او را ترکش میکنند و هر که پراکنده میشود. دنیا به همین منزله هست. بازیچه استیفل، بازیچه استیفل فریب، این متاع در به عقل مردمان که بدین مبتلا شوند. شاعر میگوید البته این به منزله همون یک طفل، یک متاع دهر، به منزله یک بازیچه‌ای که طفل ها سرگرم او میشوند، به عقل مردمان که بدین مبتلا شوند.
از این خاطر این دنیایی که الحال خداوند بر ما و شما صفتش کرد، میخوام یک نظم از مولوی جنون در باب این حیات، در باب این دنیا به سمع شما برسانم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که گر داماد بر این پیر شد، پیر گفته همین دنیا را میگن، داماد گفته کسی که اگر شفته دنیا میشود، کسی که برای همین دنیا شده آخرت خود از دست میتد، یعنی مثل زندگی میکند که ابدی گویا که نمیمرده باشد. هر که گر داماد با این پیر شد، پیشه او حیله و تزویر شد. من همی بودم یکی از خواستگار، لیک عشق یار دامنگیر شد. حضرت میگوید من هم یک خواستگار بودم، من هم میخواستم که داماد همین دنیا شوم، لیک عشق یار دامنگیر شد. لیک هزارها شکر که این رحمت الهی بالای من بارید و بر من عشق خش در بالای سر من بارید و من از این دامادی این دنیا چی شدم؟ دور شدم. دیدم آخر حال داماد و عروس، دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. حضرت میگوید فکر میکنم بسیار یک مصرع‌های عادی برای ما و شما بیان کرده است. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. هر وقتایی که اگر شخصی که میخواهد که این دنیا را در نکاح خود بدرارد، مثل هست که این دنیا به همون دنیایی هست که شوهر خود البته زیر میکند، شوهر البته میکشد نابود میکند، لکن این دنیا در جای خودش باقی میماند. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که به سوی خداوند مناجات کرد، پروردگارا همین دنیا را در صورت خودش من نگاه کنم. وقتی خداوند این صورت آورد در صورت یک زنی، میگوید غزالی در کتاب مکاشفت القلوب خود میگوید به منزله یک صورت زن پیرانسال میگوید در نزد حضرت عیسی حاضرش کرد. حضرت عیسی گفت ای دنیا، گفت چند شوهر داری؟ گفت شوهری من عدد ندارد. گفت آیا طلاقشان دادی؟ یا اینکه از خانه پیششان کردی؟ چگونه معامله کردی؟ نه، گفت نه طلاق دادم نه از خانه پیش کردم، بلکه همشه به هلاکت رسانیدم. حضرت عیسی میگه در تعجب شد، گفت پروردگارا من حیرت هستم در اون مردهایی که چونین زنی که شوهر خودش به قتل میرساند باز با چونین زن نکاح میکنند، چونین زن محبت بر او میبندند. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. گرچه میگویی که از وی حاضرم، گرچه میگویی که از وی حاضرم، لیک او مثل سگی خبگیر شد. میگوی با زبان میگوی که برای من دنیا لازم نیست، لیکن فراموش نکن که این دنیا مثل همون سگ خبگیر است. میگه از دامان تو مستحکم میقفه، کاری میکند که وسواسهای شیطان به تمام جریان بر سوی شما هجوم میکند با واسطه همین دنیا. ای جنون، با اهل دون صحبت مکن، حاصلی هل صحبت تأثیر شد. رسول اکرم روایت میکند، میگوید این مما اخاف علیکم من بعدی، چیزی هست که بر امتم ترسنده هست، میترسم از یک چیزی که بالای شما میآید. پیغمبر خدا گفتند چی هست؟ ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. میترسم گفت پیغمبر خدا که بعد از سر من این زیب دنیا، این زینت دنیا بالای شما هجوم میکند و کاری میکند که محبت خودش در دل شما جا میکند. وقتی محبت دنیا در دل شما جا شد،
مال دنیا را که در دل شما محبتش که جاشید، شما دیگر بر آن عشق اساسی هیچگاه دیگر رسیدن نمیتونید. امروز همین دنیا هست، امروز همین مال است که بسیاری بندگان خدا را دیگر از عبادتهای فرضی الهی منع کردگی است. هست برادرایی که وقتی که ساعت عبادت خداوند میآید کار دنیا را ترک میکنند، زیرا خدا بر اینا ندا میکند. امروز هم ندای مهنت است، هم ندای کسب کار دنیایی است و هم ندای الهی به سوی شما هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خدا میگوید وقتی ندا روز جمعه کی شد، خدای شما به شما ندا میکند کار دنیایی را ترک کنین و ذروا البیع، خرید و فروش را ترک کنین. فاسعوا الی ذکر الله، شما به سوی ذکر خدا بیایین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانسته باشید، اگر شما عاقل و خردمند باشین، این برای شما بهتر است. حضرت عبدالله را میگد یک کسی پرسید بچه حضرت عمر، ای عبدالله، گفت چرا که انسان وقتی که در حالت نجاست می نشیند با پایان خود نظر میکند؟ میگه عبدالله به جانب او گفت ای مرد، گفت این فرشته ای هست که تو را امر میکند، تو را مجبور میسازد که بر همون نجاست خود نگاه کن، زیرا که بفهم که دنیا نمین است. این دنیایی هست که تو برای این بخیلی میکنی، آن چیزی از تو میغلطد همه این مال دنیاست. همین از دنیا گفتن. در اصل ابو هریره میگوید وقتی آمدم رسول اکرم آیت میخوان الهاکم التکاثر، این آیت میگه میخوان و بعد اون چی گفت؟ گفت یقول ابن آدم مالی مالی. رسول اکرم گفت فرزند آدم میگوید مالی من مالی من، فقط و فقط میگوید حرکتش، خیستنش، نشستنش همش مالی من است، مالی من مالی من صدا میکند. لکن رسول الله گفتند آیا با شما خبر بتم که مال شما چی هست؟ کدام چیز مال شما هست؟ او تصدقت فامزیت، او اکلت فافنیت، او لبست فابلیت. رسول الله گفت مالی که شما دارین صدقش میکنین، از دست شما ناپدید میشود، میخرینش فنا میشود، اینم نابود میشود. آن چیزی که میپوشین کونه میشود، این از مال شما. جمعه پیشین در باب یکی از صاحبان مذهب که با تکلیف شما بود که این ابو حنیفه بود، کمی حکایت کرده بودیم تا جای رسیدیم که البته حضرت پدرشون با اون زنی که در تقدیر اونها الهی خداوند کشیده بود باید به نکاح میکردن، میگرفتن. و مادامی که اینجا سوالهای خیلی زیاد پیش ماست، خواستیم که این سوالها را بر شما جواب میگیم. بعداً انشاءالله خدا خواسته باشد جمعه دیگر دوام آن قصه ای که ابو حنیفه چگونه به دنیا آمد و چگونه صاحب مذهب شدند و چگونه چه مقدار حدیث از خود کردند و چقدر مسئله را در چندین مسئله، چندین هزار مسئله اجتهاد کردند، انشاءالله به سمع شما میرسونیم. الحال میخواهم که وقتی بسیار دیگر نگیریم، سوالهایی که زیاد آمدگی از جواب اینها را به شما میرسونم. بسم الله الرحمن الرحیم. داملای محترم، به سوال من جواب دهید. کسانی که نماز فرض است میخوانند، ختم قرآن کردن حقوق دارند؟ یعنی کسی که نماز نمیخواند لیکن در ختم هایی که ختم قرآن میکنیم، آیا در آنها اشتراک کردن اینها جایز است یا نه؟ ترمذی میگوید
لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر من الاعمال الصلاة. لا يرون اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، صحابه پیغمبر خدا در ترک هیچ چیز میگوید آدم کافر نمیگفتند، مگر در ترک نماز آدم کافر میگفتند. اصحاب پیغمبر خدا همگی اتفاق بر این بودند که کسی که اگر نماز نمیخواند او را حکم به کفر میدادند. ما در باب نماز به فکر صحبت ها داشتیم، لکن آدمی که نماز نمیخواند حالان که برای قپیدن قرآن جایز نیست، برای چگونه مثال ختم قرآن میکند. یک سوال عجیبی هست، مثل که یک زمان مردم از هندوستان برای زیارت حضرت امیرجان آمده بودند، مولوی های کلان آمده بودند. وقتی ما نزد اونها رفتیم اونها با زبان عربی صحبت میکردند. وقتی اینجا برادرها سوالشون کردند که ماه رمضان بود، گفتند یک قسم مردم ما روزه میگیره ولکن نماز نمیخواند، آیا روزه اونها درست است؟ اونها حیرت نماندند که نخواه آدم بی نماز روزه بگیرد. حال روزه برای آدم مسلمان است، آدمی که نماز نخواند روزه برای چی فایده دارد؟ از این خاطر آدمی که نماز ندارد و چگونه ختم قرآن میکند؟ در پاره 29 از قرآن والله اعلم سوره قلم است، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ای مردم دوزخی آیا چرا شما دوزخی شدین؟ اونا چی میگفتند؟ لم نکن من المصلین، ما در دنیا از جمله نمازخوانها نبودیم، ما به سبب آنه که نماز نداشتیم، عبادت خدا را که نمیکردیم، امروز وارد دوزخ شدیم. اینا البته در دنیا هم روسیا هستند، در آخرت هم دوزخ هم جای اینا هست. کسی که نماز نمیخواند، کسی نماز نمیخواند میگوید مسلمان هستم، مثل همونی هست که در تمام فحش و فحشا حاضر است، میگه دل من تازه است. برای آدم بی نماز هیچ حاجت نیست در ختم قرآن نشستن، بلکه حرکت کند که از دنیا با نماز بگذرد. السلام علیکم بابای داملا، از شما التماس سوالهای ما را جواب گردانید. سوال: من مرغ نان دادم، گفتن اوبال است، نان هم یک نعمت الهی است. احترام کردن هر یک نعمت الهی هم برای ما و شما ضرور است. هر نعمتی را که ما و شما میخوریم، خواه نان است، خواه از کدام نوع خوردنی که نباشد، البته نعمت الهی که شد، او را باید که ما و شما چیکار کنیم؟ شکر و سپاس کنیم، از جانب خداوند بدانیم و به احترام اونها برسیم. لکن نان دادن مثال در مرغ ممکن که سببش همین باشد که مرغ که مثال جانوری هست که همون نان هر طرف میپرتاید، تیت میکند، ممکن از همین خاطر البته گفته باشند اوبال است. لکن ما و شما گاو میتیم، سگ میتیم، اوبال نیست. مثال در مرغ دادن چی جای اوبال است؟ مادامی از ما و شما زیاتی باشد، مادامی که مثال او را خورده که نشود، دادن در مرغ است، در سگ است، در گاو است، هیچی اوبالی هم نداره. آخه چی اوبال است؟ السلام علیکم داملای محترم، آیا سیر یا پیاز را خوری به مسجد آمدن جایز است یا نه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما و شما میگوید: من اکل البصل و الثوم و الکراث، هر کسی که اگر سیر میخورد یا پیاز میخورد یا مثل همینها یگان چیزهایی که بویهای ناخوب دارد، مثل پودینه است، مثل ترب است، اینا چیزهایی هستند که بویناک هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا، بر مسجد ما نزدیک نشوند. برای چی؟ فإن الملائکه تتعزى مما يتعزى ابن آدم، زیرا اینکه ملائکه های خداوند
آزار می‌یابند از آن چیزی که فرزند آدم هم آزار بیابد. مثال وقتی که در پهلوی ما کسی نشیند که اگر سیر خورده باشد یا پیاز وجودی و البته بوی میکند، وقتی که بوی کرد آدمی در پهلوش نشستگی البته آزار می‌یابد. یعنی مادامی که فرزند آدم که از بوی آدم آزار یافت، ملائکه های خدا به طریق اولا از اون آزار می‌یابند. از این خاطر پیغمبر خدا گفتن به مسجد ما نزدیک نشود کسی که اگر این چیزهای بویناک میخورند. اینا حلال هستند، حرام نیستند، لیکن وقتی معین دارند. پیش از آمدن مسجد شما اینها را نخورید. در اساس این در یوسف قرضاوی هم چندین مسئله های دیگر را استنباط کردند. حتی که مثال در روز جمعه وقتی ما و شما میاییم، در این هم حدیث پیغمبر خداست، باید که وجود ما و شما پاکیزه باشد، باید که بدنهای ما و شما شسته باشد، لباسهای پاکیزه را پوشیم، بهترین لباسی که داریم همون برای روز جمعه پوشیم و خوشبویی داشته باشیم، خوشبویی استفاده کنیم تا که در پهلوی ما بودگی برادرها از چکار کنن؟ از بوی ما و شما راحت کنن. همه حالت در نماز و بیرون از نماز پاکیزگی برای همه ما و شما شرط است. السلام علیکم دامنای عزیز. سگ بلوچک میکشد، چی خاصیت دارد؟ آدمان میگویند که خاصیت بیزیب دارد. خواهش میکنم که به ما فهمونید. راستی بار در حدیث ها دیدیم که وقتی اگر خر هنگس میزند، پیغمبر خدا گفتند که شما لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید و سوی خدای خود پناه طلب کنید، زیرا که خر شیطان دیده آواز میزند. لیکن در بلوچکی سگ راستی بار من ندیدم چیزی در حدیث و فکر میکنم که خاصیت بیزیب داشتن شما هم قدر بفهمین که خداوند در قرآن میگوید و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. هر مصیبت، هر خاصیتی بد است، بیزیب است، خوب است به سر شما میآید، همه از جانب الهی میآید. فقط و فقط هر چیزی که میبینید شما از خدا ببینید. کل شیء بالقدر، همه چیز به تقدیر الهی است. سگ بلوچک میکشد و ما و شما باز یک عادت دیگر هم داریم که اگر بوم از چیزی هست بالای خانه کدام ما و شما نشیند، میگفتیم چغز است، میگفتیم که از این خانه کسی هلاک میشود. بیاییم که حتی چنان یک عقیده های پوسیدگی داشتیم که حتی چهارمغزی که از خانه بلند میشید میگفتیم صاحب خانه را هلاک میکنه. باور که همین چیزا در یاد ما هستند و حتی آدمی را در یاد داریم که همون چهارمغز کلان بریدن برای که صاحب خانه را چکار میکند؟ هلاک میکرده است. اینا در شما باور نکنید. امروز همین عقیده ها در وجود ما و شما جا گرفته است. اینا همه شرک به خدا هستند. حتی بین ما و شما در نزد دروازه ها ما نل کشال میکنیم، خرسندی در خانه میارن. از کجا خرسندی به خانه میارن؟ از دست یک آهن چی میآید آخه؟ یا در دست مثال کودکاتون، در گاورای کودکاتون، در بدنهای بعضی آدمی کلان موره چشمی را میبینی، از چشم نگاه میکنن. اونا قدرت ندارن آخه. شما با اینا دیگر فریفته نشین. شما یگانه فقط از خداوند ببینین. هر ضرر زیانی که میآید فقط همون ذات میآرد. این موره چشمی چی از خودش آخه؟ با بعضی ملا شرم را کردم را چی آیتی میخواند میتد که برده در خانت کشال کن، البته از چشم شما را نگاه میدارد. از چشم شما را آیت های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخوانین، آیت الکرسی بخوانین، در وجود خود چکار کنین؟ دم کنین، ان شاء الله از کل آفات شما را اینا نگاه میکنن. آیت قرآن شفا است. با اینا هیچ وقت باور نکنین. در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود. یک خاری کلانی هست که همتا دروازه همون بری بالا در کشال کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد، شما سوره اخلاص، سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما چی هستین؟ ای پروردگارا، فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله، خاره، موره چشمی است، اینا را وقتی شما برای مثال حمایه اختون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟
به اینا دیگر فریفته نشین، به اینا داده نشین. اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم دامنای عزیز. میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد. درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش و پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است. اگر ضرورت باشد جایز است، لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادت‌های شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنند. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش و پس هیچ لازم نیست دیگر. دامنای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند. ما با پدرم هستیم. او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم. میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید. ما را به خانه راه نمیدید. چیکار کنیم؟ اکنون عاقی که او پدر میکند عاقاً صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند متر عاق میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره، او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند می رود، پیش مادرش می رود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق چم که کنی عاق نمی شود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری ده که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاق تا عاق ندارد، چی معنی هم ندارد.